سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته پیرامون تأملات این آیه مبارکه یا دروسی که در این آیه مبارکه نهفته بود مختصرا اشاره کردیم، چون حکمت و دروسی که در این آیه که در روز عرفات در سال که نبی کریم صلی الله علیه و سلم در آن سال به حج تشریف آوردن، سال 10 هجرت، و این آیه در آنجا نازل شد. در برنامه گذشته پیرامون دروس این آیه مبارکه مختصرا بیان نمودیم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع در روز عرفه خطبه را ایراد فرمودند، خطبه جامع، خطبه‌ای که اگرچه از لحاظ لفظ الفاظ رسول صلی الله علیه و سلم موجز و خلاصه، اما از لحاظ معنا و مفهوم پرمحتوا و عظیم. نکات زیاد در خطبه حجة الوداع نبی کریم صلی الله علیه و سلم بیان فرمودند که من گوشه و یا اندکی از اون دروس را خدمت شما عزیزان و بزرگواران بیان می کنم. حالا وقتی که حاجی پا می گذارد به سرزمین عرفات، باید به یاد خطبه نبی کریم صلی الله علیه و سلم بیفتد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روز عرفه در عرفات خطبه را ایراد فرمودند و در آن خطبه رسول الله چه ارشادات داشتند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی فرمودن و خطبهشان دارای چی پیامی بود؟ حاجی باید وقتی در عرفات داخل میشه احساس داشته باشه که من باید از این سرزمین وقتی بر میگردم با یک عالم پیام به طرف سرزمین خود، به طرف خانه و کاشانه خود، به طرف آن محل و اقامتگاه خود که میروم، باید من پیام‌های این سرزمین را انتقال بدهم. و از جمله پیام‌ها و دروسی که در این سفر نهفته هست پیام‌های حجة الوداع و خطبه زیبا و مبارک نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست. نبی کریم صلی الله علیه و سلم در آن خطبه اشاره فرمودن پیرامون این که تربیت اجتماع اسلامی
مجتمع اسلامی، جامعه اسلامی چگونه جامعه است. رسول معظم اسلام به خاطر تربیت امت اسلامی فرمودن در حجة الوداع، در آن جمعیت کثیر، جمعیت عظیم و بزرگ که بیش از 100,000 صحابه در آنجا حضور داشتن، فرمودن ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام. متوجه باشید که خونهای شما، مالهای شما، آبروی شما بر شما چیست؟ حرام هست. متوجه باشید که خون همدیگر را نریزید. متوجه باشید که مال همدیگر را حیف نکنید. تعدی و تجاوز نداشته باشید. متوجه باشید که آبروی مسلمان را نریزانید. همانطوری که خون مسلمان ریختنش حرام هست، آبروی مسلمان هم ریختنش حرام هست. حاجی محترم، در جای قدم میگذارید که سردار دو جهان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم چنین دستور میدهد و فرمان میدهد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع میخواهند مساوات بین بشر، برابری که در بین بشر هست، رسول معظم اسلام بیان میفرمایند. از جمله ارشادات نبی کریم صلی الله علیه و سلم دیگر چیست؟ اینه که رسول الله فرمودند لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم و آدم من تراب. امروز دنیا میخواه قانون وضع کنه. امروز دنیا میخواه حقوق بشر را از جدید بیایه بسازه. حاجی وقتی در این کنفرانس بزرگ شرکت میکنه، عملا میبینه تطبیق این قانون در سرزمین حرمین شریفین، خصوصا در مکه مکرمه، بالاخص در عرفات. رسول معظم اسلام در حجة الوداع فرمودن هیچ فضل عربی بر عجم نداره و عجمی بر عرب نداره. هیچ فضل و فضیلت سفید بر سیاه نداره و سیاه بر سفید نداره، الا بالتقوى، مگر به تقوا و خدا ترسی. بلال حبشی سیاه بود، به نزد الله ارزش پیدا کرد. ابو لهبی که از لحاظ جسم سفید بود، تبت یدا ابی لهب شد. از لحاظ سرمایه خیلی غنی بود، بلال خیلی فقیر بود. سلمان فارس عجم بود، به نزد الله ارزش پیدا کرد. ابو جهل عرب بود، هلاک شد و وارد جهنم گردید. پس هیچ وقت نباید که ما به این فکر باشیم که من عرب هستم و تو عجم هستی، من غنی هستم و تو فقیر هستی، من مرد هستم و تو زن هستی. هیچ امتیازی بین انسان ها نیست مگر امتیازش بر تقوا هست. فرمودن ای مردم بدانید که همه مردمان از آدم هستند و آدم از خاک. پس این قول نبی کریم صلی الله علیه و سلم که در حجة الوداع
مسئله مساوات و برادری و برابری را بیان کردن، تو حاجی عملا این را در سرزمین عرفات میبینی. این درس را میگیری که من در کشور خود غرور بیجایی داشتم. اگر با نسب خود فخر میکردم، با سرمایه خود فخر میکردم، اینها همه بیجا بود. من در عرفات دیدم که آمیر و مأمور کنار همدیگر نشسته هست، عرب و عجم کنار همدیگر نشسته هست، با یک لباس، با یک شعار. آنجا دانستم که ارزش و ملاک برتری فقط تقوا است. پس از خطبه نبی کریم صلی الله علیه و سلم این درس را آموختیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر تربیت جامعه ارشاد فرمودن که آبروی مسلمان، خون مسلمان، مال مسلمان را متوجه باشید که حرام است اگر تعدی به تجاوز صورت بگیره و همچنین بین انسانها هیچ فرقی نیست الا بالتقوا. دروس دیگر و یا گوشه از گوشه های خطبه حجة الوداع که ان شاء الله بیان می شود بعد از میان برنامه با ما باشید. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پیرامون دروسی که حاجی از خطبه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در حجة الوداع ارشاد فرمودن، این دروس چیست؟ دروس زیاده در این خطبه نهفته است، پیامهای زیاده است و از آن جمله نبی کریم صلی الله علیه و سلم وصیت نمودن پیرامون حقوق زن و شوهر، خصوصا پیرامون حقوق زنان. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع فرمودن ایها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا. متوجه باشید ای انسانها، زنها بر شما حق دارن و شما بر زنها حق دارید، یعنی حقوق همدیگر را رعایت کنید. و در گوشه دیگر از این خطبه نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند واستوصوا بالنساء خیرا. توصیه رسول صلی الله علیه و سلم، وصیت رسول صلی الله علیه و سلم اینه که متوجه حقوق زنان باشید، با زنها رفتار نیک داشته باشید، گفتار نیک، کردار نیک و بالآخر حقوق اونها را رعایت کنید. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چرا اینقدر تأکید برای حقوق زنها و توصیه برای حقوق زنها داشتن؟ چون در دوران جاهلیت زن هیچ جایگاهی نداشت، هیچ ارزشی نداشت. حتی مثل امروزی که در غرب خیلی از زنها میبینیم به چی وضعیت زنان غیر مسلمان زندگی خود را سپری میکنن. زن به عنوان یک ابزار و به عنوان یک متاعی که بی ارزش از او استفاده میشه. در دوران جاهلیت زن از ارث محروم بود، زن از مشوره دادن محروم بود، زن از حرف زدن محروم بود، زن از یک زندگی مستقلانه محروم بود. زن مثل یک حیوان خرید و فروش میشد. دین مبین اسلام آمد گفت یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، شما را ما از زن و مرد خلق کردیم.
این که یکی مرد شده و یکی زن شده این ملاک برتری نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دین مبین اسلام آمد زن را به عنوان پیکر جامعه معرفی کرد. دین مبین اسلام آمد گفت که این حق داره و حقوق داره و جایگاه داره. در این سفر حج زن و مرد دوشا دوش در کنار هم دیگر طواف میکنن، در صفا و مروه هستن، در منا و در عرفات و در مزدلفه هستن. حتی یکی از حکمتهای حج اینه که همه امت اسلامی وقتی میآین بین صفا و مروه جایی که میدون پای خود را در جای پای یک زن که هاجر مادر اسماعیل علیه السلام هست میگذارن. پس به اینه که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم توصیه کردن که شما متوجه حقوق زنها باشید. پس تو کسی که قدم میگذاری در آن سرزمین این پیام های خطبه حجة الوداع نبی کریم صلی الله علیه و سلم را سرمشق زندگی خود بگردان. و همچنین از پیام های دیگر و یا دروس دیگری که در خطبه حجة الوداع رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودن اینه که الا ان كل شيء من امر الجاهلیه تحت قدمی موضوع. دماء الجاهلیه موضوع والرباء الجاهلیه موضوع. الله اکبر. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند متوجه باشید که جاهلیت تمام شد. متوجه باشید که ظلم و ستم و بیعدالتی رفت. متوجه باشید که قتل و غارت و دزدی و چور و چپاول و اینها تمام شد. امروز اسلام هست که حاکمیت داره. شرک و بت و بتپرستی تمام شد. سرزمین وحی، قدمگاه ابراهیم علیه السلام، آن امام موحدین که در این سرزمین قدم میزد، این سرزمین توحید بود. پس آمد سرزمین توحید شد. دیگر شرک و بت و بتپرستی در این سرزمین نمی آید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن تمام اعمال جاهلیت را من زیر پای خود دفن کردم. زیر پای من هست. این پیامر داره که تو حاجی که در آنجا قدم میگذارید این جایگاه بود قبل از اسلام جایگاه شرک، لات و عزا و منات، بت‌های گوناگونی در کنار کعبه، بت‌های گوناگونی به نام‌های مختلف در منا و در عرفات و در مزدلفه. پس سرزمین توحید می شود. مدتی به شرک و به خرافات و به اینها آلوده شده بود. باز صدای توحید از هر دره اون سرزمین بلنده که همه هم صدا فریاد میزنن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. همه با هم فریاد میزنن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. از این فرموده نبی کریم صلی الله علیه و سلم این درس را میگیرید ای حاجی عزیز و گرامی که وقتی در او سرزمین داخل میشی فکر بکن
که اگر اعمال دوران جاهلیت در زندگی من هست باید اونها در زیر پا دفن بشه. اگر در گفتار ما نعوذ بالله گفتار جاهلیت هست، اگر در کردار ما کردار جاهلیت هست، اگر در اعمال ما اعمال نعوذ بالله جاهلیت هست، فکر بکن و اعمال جاهلیت را از زندگی خود دور بساز و زیر پای خود دفن بکن. درس دیگری از این پیام های نبی کریم صلی الله علیه و سلم این را میگیریم که به مدت 23 سال نبی کریم صلی الله علیه و سلم از همین سرزمین 23 سال قبل از خطبه حجة الوداع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مخفیانه از این شهر هجرت میکنن و در این شهر هیچ جایگاهی نداشتن. تصمیم قتل رسول الله را ریختانده بودن مشرکین. رسول الله بعد از تلاش، بعد از 23 سال تلاش و زحمت و 23 سال جان فدایی و جان نثاری به فضل الله سبحانه و تعالی امروز در عرفات استاده میشن و خطبه را ایراد میکنن که در آنجا میفرمایند تمام اعمال جاهلیت را، یعنی فکر و مفکوره ابو جهل و ابو لهب و مشرکین را در زیر پای خود دفن میکنم. تو هم امت محمد رسول الله هستی. من و تو باید چنین فکر داشته باشیم که از جامعه خود، از زندگی خود، از وطن خود شرک و خرافات و بدعات و اعمال جاهلیت را دور بسازیم و امیدوار باشیم به رحمت پروردگار عالم همانطوری که فتح و ظفر و پیروزی الله نصیب رسول اکرم و اصحاب رسول الله گردانید، امروز من و تو هم امت محمد و رسول الله هستیم. اگر زندگی ما خالصانه و مخلصانه پیش برود فتح و ظفر و پیروزی از آن من و تو خواهد بود. الله سبحانه و تعالی را توفیق می طلبیم که همانطوری که در حجة الوداع رسول الله فرمودن ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب الله و سنتی. چیزی گذاشتم در بین شما که اگر چنگ زدید به او هرگز گمراه نمی شوید که او قرآن و سنت من هست. الله بر همه ما توفیق بده که عامل به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشیم، ملبس به سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم بگردیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به ذات یگانه می سپارم. شاد و موفق و سرفراز و سربلند باشید. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.